من تو او، ما شماها، خود در همون حالها که من در پس پرده نهان بود لحظه‌ای به تعلیق گذشت و در تجرد احساس بارقه نور به چشمان تابید که من مدتها در پی آن نور برای زدودن تن از روح و عبور از آن برزخ جان عطا می‌کرد. من به سوی نور ابتدا آهسته و بعد کمی سریعتر گام برداشت و به لحظه‌ای همه چیز از میان رفت و من خود را درون دایره‌ای از آینه یافت. در هر سوی شور و دشتی می نواخت که هیچ چیز دیگری جز من نبود. هر آنچه گذشته بود از آن روزها به تصویر در ذهن که تبدیل می شد، انگار آینه آن را می دید و آینه ها نمایشگر هر آن چیزی اند که روبروی آن است. من به تو فکر می کرد، آن سوتر من در آینه من را نشان می داد. من به پیرمردی که سالها پیش در دوری از من جان تقدیم گلها کرده بود فکر می کرد و آینه ما را نشان می داد. من به دوری از موعد دوستی ها و خانواده فکر می کرد و آن دورتر شما را در آینه می دید. من به ستم ظالم به شکل گرگی در پی کیان کوچک می گریست و آن دورتر آنها در آینه بودند. من به فقدان رحم در شریعت، آن لحظات که مملو از ترس از تو بود نگاه می کرد و آینه تو را نشان می داد. من به حصاری برای دایره های آینه بار که در دل خود را محکوم و تجلی مرگ می کردند نگاه می کرد و آینه مهر من را نشان می داد. من به عمق نشدنها و رد شدنها می نگریست، در همون حال آینه صلح من را نشان می داد. من به تلاش های بی پایان برای خنده های تو فکر می کرد و آینه عشق من را نشان می داد. آینه هر آنچه در خاطر می آمد را نشان می داد و من هی مویه می کرد. علت و معلول آن بود که من هیچ خیری از خود نداشت. من هیچ جا در آینه نشان داده نشد. من به تکریم از خیانتی، به تعهد از خود، از حضور بی‌معنی حسها، از همه چیز به تقصیر خود رسیده بود. من در این آن که هیچ جا نبود، تنها دلیل برای آن پرده سیاه بیرحم در انعکاس نورها از مهر به خود، صلح به خود، عشق به خود سفر کرده بود و هر آنچه که باقی مانده بود آواره‌ای از خانه‌ای که قرار بود مأوا و مأمن خود باشد رسیده بود. من خود را به زیر تیغ برد. من طناب را پاره کرد. من خود را دوست نداشت. من در آن لحظه که تیغ به گردن رسیده بود تو را، او را، ما را، شما را، آنها را در چشمان خود دید. آینه چشمان خود او بود و خود مرا ندید.